انسان اینه که با آب و خاک خشت میسازه، ولی خداوند با آب و خاک انسان رو میسازه، مغز این انسان رو میسازه، قلب این انسان رو میسازه. اگر قلب این انسان رو بخوایم با خاک و سنگ بسنجیم نمیتونیم. اگر بخوایم در مقیاس با گوشت هم مقایسه کنیم و بسنجیم باز نمیتونیم. چه میزان و چه ترازویی و چه کیلی میتونه بیاد سنجش کنه قلب رو و کارایی قلب رو، یا مغز رو و کارایی مغز رو؟ و اصلا این دوتا قابل مقایسه با آب و خاک نیست. پس اگر ما نمیتونیم انسان را با مشتی گل و خاک بیایم بسنجیم، به همین ترتیب هم قرآن خدا و کلام خدا را با هیچ کتابی نمیتونیم کنار هم بذاریم. همان گونه که اون برتر و بالاتر و بالاتر است، قرآن هم به همین ترتیب بالاتر و بالاتر و مخلوق الله است. نه میشه مثلش ساخت و نه اینکه میتونید به بطن این معانی پی ببرید. به فرمایش رسول گرامی اسلام، قرآن یک ظاهری داره، یک باطنی داره و باطنش هم یک باطنی داره که اون باطن مخصوص درک و فهم فقط انبیاست.